من آمدم. من برای مسلمان ها نه، برای کافر آمدم. نامم برای مردم ترساور است، حالا خودم آن سو ایستم. من کرونا ویروس. برای کافر آمدم، برای همان مسلمان هایی که با نام مسلمان است و در راه خطا هست، برای آنها آمدم. برای زناکار آمدم، برای عرق نوشان آمدم، برای دزدها آمدم، برای حق خورها آمدم، برای بینمازان آمدم، برای دیوسان آمدم. کسی سری را هم را نمی گیرد. هر کجای خواهم داخل می شوم، اگر امر از خدا باشد. ای مسلمان، به تو می گویم تو نترس، به تو ضررم نمی رسد. حالا آنکه به تو نزدیک نشدم، تو به خدا نزدیک بشو تا ضررم بر تو نرسد. من یک خردکک لشکر الله هستم. به آمدن من بسیاری از کافر ایمان آورد، بسیاری از نامسلمان مسلمان شدند، بسیاری از زناکاران از زنا برگشتند، بسیاری عرق نوشان عرق را ترک کردند. من برای فاسقان آمدم. چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید، شخصی که دشنام می دهد او فاسق است. من برای آن همان دشنام ده آمدم تا آنها را از جامعه نیست کنم، تا ضرر دشنامش به خودش نرسد. مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است.